پادکست شماره 5 دنیای مصنوعی. الهی به امید تو نه به امید خلق روزگار. سلام و عرض ارادت خدمت همه شما عزیزانی که به قسمت 5 پادکست ما گوش میکنید. امیدواریم که در این پادکست هم مثل پادکست های گذشته بتونیم یه ولولکی در درون شما ایجاد بکنیم. ما سعی میکنیم که نکته های بسیار ریز زندگی رو بسیار بزرگ کنیم در نظر شما و به شما نشون بدیم که شاید یک اتفاقی در درونتون افتاد و نحوه نگاهتون به زندگی تغییر کرد. باید جهان را تازه دید، رفت و به فرداها رسید، برای یک آغاز نو نباید انتظار کشید. این پادکست از اونجایی شکل گرفتش که بنده چند روز پیش به صورت اتفاقی با تاکسی یه جایی رفتم و تو اون تاکسی یه چیزی رو شاهد شدم که شاید برای خیلی اصلا مهم نباشه، اصلا مهم نیست، اصلا کسی بهش فکر نمیکنه، چه برسه که بخواد راجبش حرف بزنه، ولی خب برای بنده خیلی مهم بود و من میخواستم که یه نکته ای رو خدمت شما عزیزان توضیح بدم. بنده جلو نشسته بودم، از آینه دیدم که 2 خانوم با دسته گل مصنوعی الکی مثلا روز بود سوار تاکسی شدن. بعد از چند دقیقه یکیشون کمی ناز و ادا چاشنی حرفاش کرد و گفت مریم، پکیدم از بس بی هوا گل مصنوعی بو کردم، آخه حیفم اومد طبیعی باشه، گفتم یه چی بگیرم بمونه براش. مریم که شوخی کردنش گل کرده بود گفت خنگی مگه دختر، البته همچی بدم نیستا، کپی برابر اصله، دقیقاً این خود گل روزه. به همین دیالوگ کوتاه و ساده فکر کردم که چرا اصلا گل شمعدانی نگرفته که به قول خودش ماندگارتر باشه. با خودم گفتم لابد گل شمعدونی مراقبت و نگهداری میخواد، رسیدگی میخواد، لقمه حاضر و آماده نیست مثل هلو بپره تو گلو و حالشو ببریم که. مخصوصا این روزا که همه عادت کردن به استفاده از چیزهای حاضری، گلای حاضری، غذاهای حاضری، لباسهای حاضری، آدمای حاضری. وای بر ما آدمهای حاضری. اکثرمون دنبال آدمی حاضری هستیم که مثل گل مصنوعی گوشه زندگیمون فقط باشه، بدون نگهداری، رسیدگی و حتی نوازشی که هر وقت عشقمون کشید سراغش بریم و از بودنش لذت ببریم. اکثرمون درست مثل همون خانومی هستیم که چیزی گرفته بود که نه زیبایی داشت، نه عطر، نه تراوت و نه هیچ چیز دیگه. یه تیکه پلاستیک شبیه گل خریده بود که فقط بمونه. میبینید پشت خریدن یه گل مصنوعی چه فلسفه عمیقی نشسته؟ بابا محض رضای خدا بیایید دست از این سلیقه بدمون برداریم و از هر چیزی پلاستیکی و به درد نخورش رو تو زندگیمون جمع نکنیم و موندن هر چیزی رو بدون زحمت نخواهیم. یاد بگیریم که وقت بذاریم، چرا که برای هر چیزی وقت بذاری بیشتر میمونه، چه یه گلدان گل شمعدونی چه یه آدم. من از شما خواهش میکنم که برید ببینید این ظروف یک بار مصرف چی شد وارد زندگی ما شد. میخواید فلسفه‌شو رو توی جمله بهتون بگم؟ فلسفه باز شدن پای ظروف یک بار مصرف تو زندگی ماها تنبلیه، تنپروریه. به دلیل اینکه ما دلمون نمیخواد که اون ظرفی رو که توش غذا خوردیم، نوشیدنی خوردیم و بریم بشوریم بذاریم سر جاش، ازش نگهداری کنیم برای دفعه بعد. دلمون میخواد یه چیزی رو استفاده کنیم دکش کنیم بره پی کارش. فلسفه‌ش اینه. و با خودت نمیگی چرا واقعا ما وقت نمیذاریم برای زندگیمون، برای خودمون؟ چرا ارزش قائل نمیشیم؟ چرا اینقدر مصرف کننده داغونی شدیم که دوست داریم یه لیوان یه بار مصرف باشه، توش یه چیزی بخوریم بندازیم آشغالی بره؟ چرا دنبال لیوان‌های با ارزش نیستیم که نگهش داریم؟ در قدیم اصلا اباحتی داشت که شما توی جام مثلا بلورین مثلا نوشیدنی میل میکردی یا توی جام زرین غذا میل میکردی.
چرا که اون آدم با ارزشی میشد، چون نگهبان و نگهدار و پاسدار این جام زرین بود. ولی حالا ما چی؟ به درد نخورترین، بدترین و نازلترین چیزهای بی ارزش رو انتخاب میکنیم که باشون زندگیمون رو بگذرونیم و چیزهای خوب و قیمتی رو گذاشتیم تو کمد برای روز مبادا. روز مبادا قراره کی بیاد معلوم نیست. من اینجا رو به تنهایی چراغم داره میسوزه، ببین روز مبادا که به من میگفتی امروزه. من یه پاراگراف خدمتون میخونم و بدونید که این پاراگراف خیلی عالیه. میفرماید که چیزهای خوب نصیب کسانی میشود که ایمان دارند. من با این جمله کاری ندارم، اینو میذاریم کنار چون راجبش باید مفصل صحبت بکنیم. جمله دوم میگه چیزهای بهتر، یعنی یه لول بالاتر از اون چیزهای خوب، چیزهای بهتر نصیب کسانی میشود که صبور هستند، صبر پیشه میکنن، صبوری میکنن. من با اینم کاری ندارم، من با این جمله آخر کار دارم. و بهترین چیزها، یعنی از اون دوتا بالاتر، و بهترین چیزها نصیب کسانی میشود که ذره به ذره وقت میگذارند و تسلیم نمیشوند. یعنی این پاراگراف داره میگه شما رو هر چیزی وقت بذاری و تسلیم نشی، بهترینش نصیبت میشه. می نوشتم تو مطمئن‌تر از این که مشکلم ما نیست، اونا مستبدن. آینده شل کرد رو دوش صندلیا، در واقع خودم شدم دلیل تنبلیا. حالا بیا فرو کن تو سر که بابا فردا حالاست. مملکتی که هر گیر و داری حل بالاست، سمت ما به همت و ثبات این کله بالاست. دهن شمارم نمیشه بس حتی با ماست. پس ما آدمایی که این ظروف یک بار مصرف رو داریم استفاده میکنیم و برای هیچ چیز زندگیمون وقت نمیذاریم، نه برای پختن غذا وقت میذاریم، دوست داریم غذای حاضری بگیریم بخوریم تمام، نه برای پختن غذا وقت میذاریم، نه برای دور هم بودن وقت میذاریم، نه برای تماشا کردن تلویزیون وقت میذاریم، نه برای مطالعه وقت میذاریم، نه برای شستن اون ظرفی که توش غذا خوردیم وقت میذاریم، نه برای بچه وقت میذاریم، نه برای همسر وقت میذاریم، نه برای خودمون وقت میذاریم. شما میخواید نتیجهش چی باشه؟ به دست آوردن چیزهای خوب، خوبتر یا خوبترین چیزها. هرچی آرزوی خوبه مال تو، هرچی که خاطره داری مال من. به نظر بنده حقیر ما با این سبک زندگی یه بار مصرفی به هیچ جا نمیرسیم، چرا که دورمون یه دنیای مصنوعی ساختیم با کلی چیز حاضری به درد نخور که ما رو هم دارن تبدیل میکنن به یک آدم به درد نخورتر و در نهایت هم هیچی به هیچی. یعنی باعث میشه که ما که آدم به درد نخوری هستیم چیزی از خودمون به جا نذاریم تو این دنیا، چون یه آدم به درد نخوریم، چون فقط چیزهای به درد نخور دورمون بودن و یاد نگرفتیم با ارزش باشیم، یاد نگرفتیم چیزی رو خلق کنیم که بمونه و این ماندگار شدن رو نتونستن به ما حالی کنن و ما اونو توی زندگیمون کاربردی کنیم. یعنی همیشه مصرف کننده چیزهایی هستیم که بهمون ارث رسیده. بنده یک پاراگراف از کتاب بسیار زیبای جناب آقای مصطفی مستور به نام روی ماه خداوند را ببوس برای شما میخونم. امیدوارم که این مطلب بیشتر و بهتر براتون جا بیفته. چه شب نحسی، چرا صبح نمی شود؟ دستمال خیسی روی پیشانیم می چلانم. قطره ها سرازیر نشده تبخیر می شوند و تب از پیشانی می گریزد. لبه تخت خواب می نشینم، پاها در تشت آب، انگار چیزی مثل نسیم از کف پاها تا پشت ابروها می دود. بعد خنک می شوم، بعد داغ می شوم، تب و لرز. نکند می خواهم بمیرم. من که هنوز خودم را به جای آویزان نکردم. باید قبل از مرگ در چیزی چنگ بیندازم. باید قبل از مردن ناخونهام رو در خاک فرو ببرم تا وقتی مرا به زور روی زمین میکشند به یادگار شیارهایی بر زمین حفر کرده باشم.
باید قبل از رفتن خودم را جا بگذارم. اگر امروز چیزی از خودم باقی نگذارم، چه کسی در آینده از وجود من در گذشته با خبر خواهد شد؟ اگر جای پای مرا دیگران نبینند، من دیگر نیستم. اما من نمیخواهم نباشم. نمیخواهم آمده باشم و رفته باشم و هیچ غلطی نکرده باشم. نمیخواهم مثل بیشتر آدم‌ها که میآیند و میروند و هیچ غلطی نمی‌کنند در تاریخ بی‌خاصیت باشم. نمیخواهم عضو خنثای تاریخ بشریت باشم. دوستان عزیز، همه ما باید یک یادگاری برای این دنیا بیافرینیم و خلق کنیم و ماییم که با این یادگاری هایی که اجدادمون خلق کردن زندگی میکنیم. اگر قرار باشه همه ما عادت کنیم به یه سری چیزهای حاضری و وسایل حاضری، دیگه چیزی برای وارثانمون در آینده باقی نمیمونه. اگه قرار باشه که ما نهالی نکاریم که درختی بشه و بریم گل مصنوعی به جای گل طبیعی بخریم، در نهایت چی برای وارثانمون میمونه؟ چند تا تیکه پلاستیک به اسم گل؟ من از شما خواهش میکنم که راجع به این پادکست بیشتر فکر کنید و این چیز بسیار کوچیک رو توی زندگیتون رعایت کنید. سعی کنید به زندگیتون ارزش بدید، به خودتون ارزش بدید و لحظه هاتون رو با ارزش سپری بکنید. امیدوارم که شما هم از این پادکست لذت برده باشین. نظراتتون رو کامنت بکنید. زد زیاد.